امروزه جمهوری اسلامی ایران در عرصه پرنده‌های بدون سرنشین به یکی از قدرت‌های جهانی تبدیل شده و قدرت‌های استکباری برای توقف این روند رو به رشد از هیچ اقدامی از جمله تحریم و فشار بین‌المللی دریغ نکردند. سلام و درود، به چنل ذهن‌آویز خوش اومدید. امیدوارم که روزی سرشار از انرژی‌های مثبت و اتفاقات خوب رو سپری کرده باشیم. با مقایسه روند تولید و سرعت پیشرفت دانش پهپاد در جهان به این مهم دست می‌یابیم که تاریخ فعالیت در حوزه پهپاد در سطح جهان بیش از یک قرن سابقه دارد. در این میان ایران اسلامی تنها حدود 35 سال در این حوزه راهبردی فعالیت داشته و به اذعان و اعتراف کارشناسان و صاحب نظران غربی به یکی از قدرت‌های برتر پهپاد در جهان تبدیل شده است. پهپادها که از مظاهر جنگ الکترونیک به شمار می‌روند، همان پرنده‌های هدایت پذیری هستند که در عملیات‌های نظامی و غیر نظامی بوی سبقت را از ماهواره‌ها و هواپیماهای سرنشیندار رو بوده‌اند. در واقع امروز مأموریت شناسایی و نظارت هوایی بیشترین حجم کاری پهپادها را در سراسر دنیا به خود اختصاص می‌دهد. یکی از مزیت‌های مهم این وسایل در مأموریت‌های شناسایی توانایی پرواز چند ساعته تا چند روز روی هدف به صورت مداوم است. کاری که از عهده ماهواره‌های جاسوسی که عموماً در ارتفاعات نه چندان بالا مستقر هستند برنمی‌آید و هواپیماهای سرنشیندار هم بیشتر به دلیل محدودیت‌های تحمل انسان امکان پرواز طولانی مدت را ندارند. شاید اولین سری از پهپادهای ایرانی را بتوان نمونه اولیه پهپاد مهاجر یک نامید. بنابر نیاز کشورمان برای دستیابی به اطلاعات دشمن در دوران جنگ تحمیلی توسط متخصصان کشورمان ساخته و رونمایی شد و کمک قابل توجهی به نیروهای کشورمان در دستیابی به اطلاعات محرمانه یگانهای ارتش بعثی داشت. با تلاش متخصصان کشورمان امروزه خانواده پهپادهای مهاجر، خانواده پهپادهای ابابیل و پهپادهای شاهد و غیره مشهورترین پهپادهای ایرانی هستند که عملیاتی بوده و در رزمایش‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند. پهپادها نمونه بی‌نقصی از نوعی از تکنولوژی هستند که امکان استفاده از آن توسط همگان وجود دارد و دست کم نمونه‌های تجاری آن را می‌توان به سادگی سرهم کرد و برای اهداف عمدتاً غیر نظامی به کار گرفت. امروز می‌توان به جرئت گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین ناوگان‌های پهپادی منطقه را دارا است. ناوگانی متشکل از پهپادها با طرح‌های 100% بومی تا پهپادهای مهندسی معکوس شده که طی سال‌های اخیر به راه‌های مختلف در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. یکی از مهمترین پهپادهای الحاق شده به ارتش توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پهپاد ابابیل 5 است. البته این پهپاد بیش از این نیز 31 فروردین امسال در مراسمی به همراه سایر پهپادها به ارتش الحاق شده بود. پهپاد ابابیل 5 نسل جدید پهپادهای ابابیل است که پس از نمونه‌های موفق ابابیل 3 و 4 پا به عرصه گذاشت و در رزمایش‌های پهپادی ارتش نیز توانست ناوگان دریایی تروریست‌های آمریکایی را از فاصله 12,000 پا را شناسایی کند. پهپاد ابابیل 5 یک هواپیمای بدون سرنشین چند منظوره با قابلیت انجام مأموریت‌های رزمی، شناسایی، مراقبت، جمع‌آوری اطلاعات و جنگ الکترونیک ساخت صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. این پرنده بدون سرنشین قادر است تا سکوهای الکتروپتیک چند منظوره دید در شب، محموله‌های جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و محموله‌های راداری را حمل کند. پیشینه سرعت پهپاد ابابیل 5 210 کیلومتر بر ساعت است. تداوم پرواز این پهپاد با محموله 12 ساعته بوده و سقف پرواز آن 18,000 پایی تخمین زده شده است. شعاع عملیاتی این پرنده بدون سرنشین 300 کیلومتر است. البته این پهپاد نشان داد که در شرایطی قادر خواهد بود تا عملیات شناسایی را به مدت 24 ساعته یعنی مشابه آنچه در دومین رزمایش مشترک پهپادی ارتش رخ داد انجام بدهد. این پهپاد پس از پایان مأموریت خود به وسیله عرابه فرود در شرایط عادی و چتر در شرایط اضطراری است. پهپاد ابابیل 5 قادر به حمل محموله‌ای با وزن 120 کیلوگرم شامل بمب‌های هوشمند خانواده قائم و موشک‌های خانواده الماس است. این پهپاد می‌تواند 6 موشک نقطه زن با کلاهک شدیدالانفجار را با خود حمل و در صورت نیاز به سوی اهداف شلیک کند.
صنایع پهپادی ایران در این سالها رشد فراوانی را داشته و اکنون حتی قدرت‌های نظامی دنیا نیز خواستار این پهپادها هستند و به نوعی آنها نیز پذیرفتند که ایران در این عرصه اکنون از برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. در شرایطی که تا چند دهه پیش شاید کسی حتی باور نمی‌کرد که در کمتر از چند دهه ایران در این عرصه از قدرت‌های جهانی محسوب شود. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده حتما لایک کنید و کانال ذهن‌آویز رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم مدگوله کنید. تا درود دیگر، دودوری دودود.